السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تتولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا وأسوتنا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اولا همه شما را به این روز بندگی خدا، به این روز جمعه تبریک و تهنیت میگویم و از خدای مهربان خواهان او هستیم که خداوند آن چیزی که در دل داریم، آن مقصود و آن مرامی که در دل ما بندگانش هست، اگر نیک باشد به فایده بندگان خدا باشد، برای پیشرفت دین باشد، خدایا حاصل گرداند. حضرت ابی هریره این صحابه جلیل القدر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از نام پیامبر گرامی می‌فرمودند: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة والرمضان إلى الرمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک بشارت خوب برای آن کسانی که پایبند نماز 5 وقته، پایبند نماز جمعه و از روزداران ماه رمضان است، بشارت خوب دادند. قبل از آن که من این بشارت پیامبر گرامی را برای نمازگزارها و برای نمازگزارهای جمعه و برای روزدارها خبر دهم، اولا گفتنی هستم که کوشش کنیم که ماها، خاندان ما و شما پر از آدم نمازخوان باشد، خرد و کلان ما پایبند نماز باشد. از خردی همیشه با طریق دعوت‌های ملایم، با طریق هوسمند کردن، با طریق خواهش کردن راه‌های را جستجو کنیم که در دل خاندان محبت نماز را همیشه نگه داریم. کوشش کنیم که دخترکای ما، بچه‌کای ما اگر چند به درس خود، به کار خودم مشغولیت داشته باشند، ولی برای نماز خواندنم حریص باشند، برای نماز ادا کردنم دوستدار باشند. این وظیفه هست که اولا به ذمه هر یک پدر و هر یک مادر، به ذمه هر یک انسانی که حق را از ناحق جدا میکند، هر یک انسانی که خوب از ناخوب جدا میکند، به ذمه او این است که در این راه تربیتگری فرزندها و آن کسانی که اهل خانواده هستند همیشه کمر همت بندیم. زیرا بینیم برادران عزیز و گرامی، خدای مهربان از آن دلالت هایی که حضرت لقمان
که یکی از اهل خیرت زمان خود بود، یکی از دانشمندان مشهور و معروف زمان خود بود، ممکن گویم یکی از عالم‌های رقم یک همون زمان خود بود، که جناب چی خوبه برای فرزند خود گفتن، همون توصیه که برای فرزند خود دادن خدا را خوش آمد و بعد گذشتن 3-4 هزار سال در قرآن سخنهای حضرت لقمان پروردگار آورد تا که پیروای قرآن خوانند و همون دلالتهای حضرت لقمان را در فرزندهای خود روا ببینند. این نصیحتهای حضرت لقمان خدا را خوش آمده بوده است. حضرت چی گفته بوده است؟ یا بنی اقیم الصلاة، فرزند من نماز تخوان. ولی اگر چند برادرای عزیز شاید که همین نماز تخوان گفتگی از زبان ما و شما آسان صدا هم دهد، باور که در هر یک زبان پدر و مادرم این دلالت وجود ندارد. ولی شما تصور نکنید که شما خداتان که شاید فرزندکاتون که دعوت میکنین، فرزندکاتون دائم در اطراف دسترخوان و در همون گردی سرفه که شما می نشینین و دلالت میکنین، همه پدر و مادر مثل خودتان شمارین. بسیاری از پدر و مادری هست که حتی شاید فرزند از نماز خواندن با پیشگیری هم کند، این طریقش هم وجود داره. بسیاری از پدر و مادری هست که حتی ماهیت نماز هم نمیداند. بسیاری پدر و مادری هست که حتی مسئولیتی که فردا خداوند از او برای فرزندها میپرسد از این هم درک ندارد. برای همین ماها کوشش کنیم که خدا که این جمله حضرت لقمان دوست داشت بچم نماز خوان باش، ما هم باید این سخن همیشه در نزد فرزندها گوییم. جوانند بی‌پرواهند، اهمیت نمیتیهند، نماز شاید که اونقدر با شوق و با ذوق نخوانند، ولی گذارین پی در پی کردن که گرفت خدای مهربان مهر و محبت نماز در دل و جای کردن میگیرد. پیامبر گرامی چی گفتند؟ کسی که 5 وقت نمازش را میخواند یا کسی که هر یک هفته نماز جمعه را میخواند یا هر کسی که هر سال رمضان روزه را روزه می‌دارد، ماه رمضان روزه می‌دارد، مکافاتش چی بوده است؟ مکفرات ما بینهن. ببینید برادر عزیز، مکفرات ما بینهن. شما جمعه گذشته همینجا بودین یا جمعه گذشته در کدام مسجد نماز خواندین؟ این جمعه باز نماز جمعه را خوانده ایستاده این؟ از او جمعه تا این جمعه 8 روز از حیات شما سپری شد. 8 روز از حیات شما سپری شد. ولی گفتی عمر خیام ناکرده گناه در این جهان کیست بگو؟ آن کس که گناه نکرد چون زیست بگو. این 40 حیات 40 روزگذرانی که انسان بی سهو نباشد، بی غلط نباشد، بی لغزش نباشد، همین 8 روزی از حیات شما آن لغزش، آن سهو، آن خطا و آن گناه‌های صغیره که از شما به وجود آمد، خداوند به سبب باز شرکت شما در نماز جمعه همش مغفرت کرد. ببینید همش مغفرت کرد، به خاطر که شما هوادارها، دوستدارهای این روز جمعه هستین. شما پایدار و همیشه نگهبان مرتبه و مقام این روز هستین. به این خاطر پروردگار مهربان آن سهو و لغزش های شما را همیشه از نامه اعمالتان نابود کرد. و همین بشارت برای آن کسانی که 5 وقت نماز میخوانند. نماز بامداد خواندین، نماز جمعه را میخوانین، بین جمعه و بین نماز بامداد اون کمبودی که بود پروردگار نابودش کرد. باز به عصر میرسین، از جمعه تا عصر اون کمبودی که شد باز خدا نابودش میکند. بین هر یک بین نماز کمبودی ها را پروردگار نابود کردن میکند. نماز خفتن میخوانین تا بامداد 10 ساعت از ما و شما گاه بی پروایی ها میگذرد. خداوند به خاطر با نماز بامداد نابودش میکند.
زین خاطر ما دوستدار و همیشه پایبند 5 وقت نماز و نماز جمعه باشیم. خدا خواهد این بشارت ها را پروردگار برای ما و شما نصیب میکند. انسان از همه بالاتر شرف و قدرش این است که دنیا را چنان پدرود گوید که در نامه اعمال او گناه و لغزش و خطا و سهو نباشد. نامه اعمال او پر از کار خیر باشد، پر از کار ثواب باشد. به خدا قسم از همه بنده ها دیده تو در پیشگاه خدا رحمتش نسبت تو دیگر است، نگاهش نسبت تو دیگر است. خداوند همه ما را، فرزندهای ما را، مردم ما را پایبند 5 وقت نماز خواندن و نماز جمعه و محبت و مهر این نمازها را خدایا ادا کردنش در دل ما پروردگار همیشه نگه دارد. فرزندای ما را خدای مهربان با تقوا و با حیا بگرداند. خدایا ما را، فرزندهای ما را از اجرا کردن جمله کارهایی که خشم پروردگار، قهر پروردگار بیدار می شود خدایا نگه بداری. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. آمین یا رب العالمین. من اکو سوال های در پیشم بوده را جواب میگردانم. خدا خواهد السلام علیکم محترم اکای حاجی میرزا. من یک نفر زن همچون خواهر شما از کلخاز خواجه سرتیز قشلاق غیلات می باشم. من سخنهای نو به نوی شما را بسیار گوش میکنم و از شما خیلی منتدار هستم. سخنهای خوب میگوید در نزد مردم. من به شما سوالی دارم. من صاحب شوهر 2.5 سال شد زندگیم، مادر 2 فرزند شدم. فرزندانم از دنیا رفتن. شوهر من که فلانی اینجا نامش گرفته است، شرط نیست که من نام وی خوانم، در نمازهای جمعه شما اشتراک میکند. من او را حرمتش میکردم، بسیار دوستش میداشتم، وی همه را دوست میداشت. با سبب وفات کردن فرزندان من خوش دامنم به من چق شدن و با شوهرم مجبور کرد که طلاقش را دهید. شوهرم با گپ مادرش رضا نبود، اما مرا مجبورا در راه طلاق داد. خب شاهد نبود، در پیش ما هیچ کس نبود، ما تنها بودیم. من 25 ساله هستم و شوهرم 30 ساله. من 5 وقت نماز عبادت خدا را میکنم. شبها نماز تهجد میخوانم. همراه شوهرم با جماعت میخواندیم. محترم برادرم حاج میرزا، من تنها نکاح مسلمانی دارم. همین طلاق شوهرم در نزد خداوند قبول هست یا نه؟ جواب مکتوب مرا بخوانید و جوابش را فرستانید. و با احترام خواهر شما. راستی بار برادر عزیز و گرامی، وقتی که اگر شما زن دریاب کنید که نماز تهجد خوان باشد، 5 وقت نماز خواند، خب گویم قرآن خوان باشد، شما تصور کنید که شما آدم خدا دادین. شما هم تصور کنید. زیرا پیامبر گرامی من سعادت ابن آدم، ببینین از خوشبختی فرزند آدم، از خدادادی فرزند آدم این که او صاحب المرأة صالحه، اگر زنی خوب باشه. پیامبر میگه سعادتی توست، خدادادی توست و قدر و بزرگی تو را نشان میدهد که خدا برای تو زن نصیب کرده است که 5 وقت نماز میخواند. با این قناعت نمیکند، شب میخیزد ساعت 2 3 شب تهجد میخواند. باور کنین امروز شاید من غلطم نکنم 90% زنهای ما تهجد خوان نیستند. 90%. اگر 5 وقت نمازشان هم خوانند خدا خیرشان دهد. این جای تنقید و جای ملامت ایشان نیست، ولی 90% شاید که نماز تهجد خانه باشد.
این یک خدادادی است دادرای عزیز. زنی که اگر در دل او باز مهری نماز تهجد باشد، این گونه زنها را انسان باید که هیچ وقت دور نکند. این بسیار زمینی خوب است. زن ضمیر زمین است. وقتی که زنی که اینقدر عفت داشته باشد، اینقدر خدا دوستدار و خدا پرست باشد، از این بسیار فرزندای خوب خداوند به دنیا میارد. این گونه زنها را باید که مورد طلاق و مورد پیش کردن هیچ کس باید قرار نتید برادر عزیز. برای همین آن طلاقی که بین شما شده است خواهر عزیز، این طلاق راه دارد. هم که گفته باشد طلاق کردم، این راه دارد. روین شما اگر باز صراحتا بیان میکردین که چگونه طلاق بود، اگر طلاق هایی که حتی به طلاق کردم باشد عدد نبرده باشد، شما میتوانید که با زندگیتان برقرار و دوام دادن گیرید. برای همین به این طلاق کردگی احتیاطاً شما باز نکاح کنین، اثر نو و باز زندگیتان دوام دادن گیرین. ان شاء الله زندگیتان درست است و حلال است. خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم حاجی محترم، استاد عزیز حاجی میرزا. ما از نیروگاه برقی آبی راغون از شما خواهش میکنیم که با سوال ما جواب گردانید. ما نماز میخوانیم اما ملا امام ما ناس میکشد، به طهارت نماز رو میخواند. ما از قفای این خیل ملا امام نماز خوانیم یا نخوانیم؟ نخوانیم دادر عزیز. اگر ملا امام تو نماز سیگارت کش و ناز کش باشد، شما از پس وی نماز نخوانین اگر تقوا داشته باشین، زیرا که وی یکی از بنده های گناهگار در پیش خدا هست. هر یک انسانی که در جان خودش که پروردگار در قرآن بیان میکند که من برای شما مهربانم، شما هیچ وقت بر ضرر جان خودتان کاری را انجام ندهید. تاکیدهامان میکند. پیامبرمان در چندین حدیث های مبارک این گونه انسان ها را در حدیث مبارک من حسن حتی کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، برای در پیش خدا از جمله شرمنده ها بودن، از جمله اهل خجالت بودن، از جمله گناهکارها بودن، برای تو بس است که یک سامانی را تو در راه نادرست صرف کنی. پیامبر میگه یک سامانی، آیا ناز خریدن و سیگارت کشیدن، آیا این پول در راه نادرست نمی رود؟ برای نادرست صرف کردن تو در پیشگاه خداوند عالی گناهکاری. کجا عالی جای کشیدنش؟ حتی خریده برای کسی هدیتی، حتی خریده برای کسی روان کنی، تو در همه گناه هم شریکی. برای این از پس این گونه امام هایی که حتی ناس کشن و طهارت نکنن، باز از پسشون شما نماز نخوانید اگر تقوا داشته باشید. شاید که همون نخواندن شما پس همون یکی خدا ای شرم شما شده بس میکنه نماز همون ناس کشی را که قوم ما از پشتون بس کرده ایستاده است. اکو به خاطر خدا بس نکرد، شاید به خاطر شما بس کند. صوفی علیار در کتاب مسلک میگوید که اگر در جیب کدامت اگر ناس یا سیگارت باشد نماز ثواب ندارد، ولی کشیدنش یک طرف همراهت باشه نماز ثواب ندارد. برادر عزیز با فایده جان خود مانه. و شعار اسلام حدیث پیامبر گرامی لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. مسلمان کسی هست که پیامبر میگه که آدم ایماندار کسی هست که به کسی ضرر نمیرساند. یکم. دوم چیزی که بر ضرر جان او باشد او را ترک میکند. این را میگن آدم مسلمان ایماندار. اوخی هم در اقتصادت، هم در اقتصاد، هم در پول، هم در درآمد ضرر دارد، هم در بدن ضرر دارد. بین دو طرف ضرر میرساند. ضرر دیگرش همین است که در خاندانت بچت نبیرات همه ناسکش و سیگارت کش میشوند. بچه ها را پول میتین رو برای من ناس بخر، بچه ها را پول میتین رو برای من سیگارت بخر. اختو را در کجا دلالت داری؟ یا در پیش فرزند ناس میکشی؟
بسیاری از شراب نوش ها را من میدانم که بچه هاشون شراب نوشن، به خاطر اون که پدرهاشون همین کارا که عادت کردن، فرزند فکر میکند این پدر من خیلی با عقل است، در تربیت خانه هم زلال دارد. برای این برادرای عزیز و گرامی به کسی سخت نرسد. نوزکش بسیار بی‌تمیز می شود، بعد بسیار بی‌تمیز می شود. ولی ببینین همون ناز کیفیتش با در حاجت خانه در بیرون نیست. اینا میکشد، ناز هم میکشد، بعد در حاجت خانه میدراید، میشینه به حضور. خداشون میگن که کیفیتش با در داخل حاجت خانه میگن. برای همین برادرای عزیز از همین چیز دور باشین. نه از پیامبرمان مانده است، نه از اصحاب پیامبر مانده است، این از دورای چنگیز است. بسیار دور باشین. اگر ملایمام در این کار باشد، دادرای عزیز، هیچ وقت شما از پسش نماز نخوانید. خب السلام علیکم داملا حاجی میرزا، با شما سوالی دارم. از شهرهای روسیه از نام شهرت و باباجان و دیگر مسلمانهای تاجیک از ریان یاوان ما نسبت به شما بسیار مهر و محبت داریم و شما را یکی از پیشوایان راه حقیقت میدانیم. در حق ما دعا کنید. خداوند همه آن مردمی که از مردم مسلمان بیرون از خاندانهاشان در شهرهای دوردست برای پیدا کردن نفقه خانواده سعی دارند، کوشش دارند، خدایا رزقهاشان فراخ و با صحت و سلامت به خاندانشان برسانی. آمین یا رب العالمین. ولی برادرایی که در روسیه کار میکنین یا روسیه میرین، گشته میآیین، من همچه یک برادری شما، همچه یک خیرخواه شما، برای شما این قدر گفتنی هم که برادری عزیز و گرامی، اگر مبادای خداوند جان شما را در همون سفر گیرد، شما حکم شهید دارین، همچنانی که شهید در راه خدا شما جان به حق تسلیم کردین. به شرطی که اگر شما در همون دولت ها رفته و همون ایمانداری که در همینجا داشتین، همون خداپرستی که در همینجا داشتین، شما همین را در همونجا دوام تین. یکی یکی رفته شما همون زنهای گویم که با قول روسا همون پرستیتوتکه هایی که در کوچه ها هستند، همون فاحشه هایی که در کوچه ها هستند، بعضی هاتون به خاطر که صاحب خانه شوین، بعضی هاتون به خاطر که تسکین شهوت شود، بعضی ها گویم که نمیدانم شاید که وسواس های شیطانی شما در بیشتر غلبه میکند، در او دستی به زنا میزنین، در او همونجا شما ارکگالک میشوین. بسیاری از جوانای تاجیک میگن، بسیاری تاجیکا را میدانیم که در قطار همون روزهایی که در کوچه ها خواب میکنن، در کوچه ها مینشینن، فرزندای تاجیک هم برابر اونا هستند. برادرای عزیز و گرامی، کوشش کنید که شما برای نفقه میروید، خداوند برای شما رزق ان شاء الله میرساند اگر شما تازه باشین. حتی ببینید همون مردم روس خودش از همین شراب نوش ها بیزار شدگیان، برای اونا این خیلی کارگر شراب نوش هم در کار نیست. حتی بچه‌ای که نماز میخواند، بچه‌ای که حرام در نمیرود، همون مردم روس باید دوست بداره، با همون خیلی کارگر برای خودشون باور میکنن. بچه‌ای را میدونم به خدا میگفتن که حتی کلید همون جای پولهاش در من باور کرده است، در دست من دادگی است. به خاطر که من 5 وقت نماز میخوانم، به خاطر که من خیانت ندارم، در من که نه اولاد نه اجدادش هستم، در من باوری حاصل کرده است. ببینید این باوری را در دل کی در آورد؟ همون خدایی که تو باید عبادت میکنی و ایلا کی تو را باور میکند 10 تین 1 سومی روسی در دست نمیتیه. همه این به خاطر پاکی شما، به خاطر تازه گشتن شما. برای این دادرای عزیز در اونجا صبر کنین، شما صبر کنین. منم میدانم ما هم انسانیم، اینها را همش احساس میکنیم. با چشم رسیدن اون زنهای عریانی که در اون دولت ها هستند، اون دیسک کلوب هایی که زنها مثال عریان در اونجا گویم که رقص و بازی میکنن، در کوچه ها با مبلغ های معینی که نرخ نامی کردگیان، ولی شما که اونجا قطعی گذر کردین، چشم شما که رسید، وسواس شیطان شما را بیشتر
به سوی خودش جلب میکند. ولی کوشش کنید این سخنها را در گوشتان گیرین و اراده مستحکم قطعی، همون حکم شهیدی که خداوند برای مسافری که فقط در راه درست کار میکند، حلال کار میکند، همین را از بیخکای گوشان دور نکنین. اینجا پدر و مادراتان انتظاره، اینجا در محلداری ها از شما انتظاره، اینجا فرزندکاتان از شما انتظاری دارد. شما رفته در اوج این مشغولیت ها را که شوین، بعد خدا زده میشوین، بعد دیگه الله که خداوند شما در نظر رحمت ندارد، دیگه آن چیزی که دریاب میکنین دیگه او پولم در دستم باقی نمیمانه. ولی من نو 4-5 روز پیش در دوشنبه مجلس بود، حضور داشتم، 1740 دختری تاجیک ما کسل پیچیدگیان، 1740 نفر. ولی بسیارش از همون جمعه آوردن این کسل ها را از مهاجرت. برای من دادرای عزیز، هر کدامت که رفتین راهتون سفید، خداوند شما را نگه دارد و کوشش کنین که به حرام ها نروین، پشیمان میشین به خدا قسم. السلام علیکم اکیداملا. چند سوال دارم، خواهش میکنم جواب گردانید. آیا در اسلام حج اکبر هست یا نیست؟ در اسلام حج اکبر نیست. بسیاری از حاجی های ما اعلان میکنن، خبر میتن این سال حج اکبر بود. نه دادرای عزیز، حج اکبر گفتگی نیست. اون آیتی که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذان من الله و الرسول الى الناس یوم الحج الاکبر، این در سوره توبه آیت 3. خدا اینجا حج الاکبری که خبر داده است. من کتاب های فتوا را نگاه کردم، در کتاب های فتوا از حضرت عبدالله ابن عباس، از حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، از حضرت عبدالله ابن زبیر، از حضرت عبدالله ابن عمرو روایت است که همین حج اکبری که خدا در سوره توبه گفته است، این چی هست؟ این همون روز عرفه است. چگونه که پیامبر گفتن الحج العرفه، حج همون روز عرفه است. همون روز عرفه را حج اکبر میگویند. این سخن حضرت عبدالله ابن عباس و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هست. و باز دیگر روایت هایی که در کتاب آمده است، حج عمره را حج اصغر میگویند، حج فرضی را حج اکبر میگویند. یعنی مراد همین که هر سال حج اکبر است. هر سال همین حاجی که میروند همین حج اکبر است. یعنی به خاطر که فرض بودنش این را حج اکبر میگویند. عمره را حج خرد میگویند، به خاطر که اون عرفات ندارد، به خاطر که اون مزدلفه ندارد. از اون رکنهای فرضی که در حج فرضی است در حج عمره نیست. به خاطر این را حج خرد میگن، این حج اکبر یعنی حج کلان میگویند. بعضی عوام الناس، بعضی آدمایی که گویم شاید که سطح دانششون پستر، همون حجی که پیامبر اولین بار که ادا کرده بود همون روز عرفه در روز جمعه آمده بود، پس همین را اخلاص کردن و گفتن همین حج اکبر است. ولی این نادرست است. اگر در روز جمعه هم عرفه آید او را ما حج اکبر گفتن میتونیم. حضرت امام مالک صاحب مذهبش میگوید که روز نهر یعنی روز قربانی این از حج اکبر. حضرت امام شافعی، حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اینها میگویند که روز عرفه روز حج اکبر است. و حتی همین روز قربانی کردن هم تفسیر ابن کثیر میگوید که همین روز حج اکبر است. یعنی همچنان گفتگوزارهای زیادی در کتاب آمده است. به این خاطر ماها این خیل تصور نکنیم که در 30 و چند سال یک بار این حج میاد گفته این حج اکبر است. نه، این عقیده غلط است. خب دوم، پنجشنبهگی را خوردن درست است یا نادرست؟ نادرست است دادر عزیز.
نخورین. ما چند بار این مسئله را گفته بودیم. یکی از مسئله که من زیاد در اطراف این گفتم این مسئله پنجشنبگی خوری است. نخورین دادرای عزیز. ولی ببینید من در کتاب نگاه کردم در قسم دوم صفحه 107 محمود الفتاوا، خدا خیرشان دهد، از دارالعلوم زاهدانند، مفتی خدای نظر در کتابش آورده است که کسی که اگر پنجشنبگی میکند و مردم رفته همون پنجشنبگی را میخورد، وای حلال نخورده است، وای حرام خورده است. برادر عزیز و گرامی، این را مکروه تحریمی میگوید، صاحب کتاب میگوید. مفتی خدای نظر در قسم دوم محمود الفتاوا در صفحه 107 دلیل ها و حجت های خیلی زیاد به خدا دو پشت ورق پر از نامه های کتاب ها آوردن که همین جایز نیست، درست نیست. حاضر مخفی خورده ایستن مردم. این نفس برادر عزیز، اگر پنجشنبه یک طرف، حالا ببینید برای چی پیامبر دو روزگو روزه گیرین؟ یکی روز دوشنبه را روزه گیرین، یکی روز پنجشنبه را روزه گیرین. یکی از سنت های پیامبر همین که دوشنبه و پنجشنبه روزه دار باشین. اگر پنجشنبگی خری که درست میشد، پیامبر میگه دوشنبه و چهارشنبه را گیرین، پنجشنبه روین، پنجشنبگیتون نخورین. آخه یک حجت خودش همین است که پنجشنبه را پیامبر روزه گفتند. برای این حیرت میمانی برادر عزیز و گرامی. ولی بعضی هاشون میگن که برای آن که نفهمنشان که پنجشنبگی خری میروند، های مسجد میبرن، میگه اول راست خانه شون میروند، بعد که تین شید همت آرام استاک، بعد خانه مرده‌دار میروند. بیچاره مر ای گوش نگیره. برای شکم ببین، این حله را برای شکم ببینید. اگر باور کنین یک پنجشنبه نه، در یک هفته 3 روز، دوشنبه، پنجشنبه، شنبه، 3 روز اگر خوردنی میشد، نفس ای شما راضی نمیشود. باز میگوید که کاش که 4م روز میشد، کاش که کلی هفته میشد. این سیر نمیکنه برادر عزیز این نفس انسان. برای همین جایز نیست، نکنین دادرای عزیز، برادر مهربان، نکنین. اگر به خاطر ثواب کنین شما گناهگار میشین. باز قید میکنم از حساب همین گفتن در پیش بعض اهل علم هم سیاه شده. بسیاری این مسافدایی که کم و بیش با دعامون میدادن، از حساب همین مسئله دیگر رومون هم نگاه نمیکنن. ولی به خاطر آن که قسم به نام خدا، به خاطر خدا گپ میزنم. ولی باز میگم در کورپچه ملایی من میشینم، گوشت کلان در پیش من ای پول میته در پنجشنبگی در کار شود. ولی ما گذشتیم، از همه ما گذشتیم. لازم نیست، در کار نیست. بگذار آنچه که شریعت معین و مقرر کرده است همو دا پیرو شویم. به خاطر خدا کنی گناهگاری درست نیست برادر عزیز و گرامی. وهبه زحیلی در کتابش میگه از فرهنگ جاهلیت است، از دورهای پیش از اسلامی در اسلام ما گذشته است. دیگر فراموش نکنید که قانون جمهوری هم با امضای رهبر دولت که در همین مسئله ها گفتگو شده است، حدیث پیامبر است که و من یطیع الامیر فقط اطاعنی. پیامبر گفت کسی که پادشاه را اطاعت میکند معنای او را دارد که اطاعت رسول الله است. اطاعت رهبر، اطاعت گویم جناب حاضره، جناب عالی که در همین باب پنجشنبه و جمعه و هفت امضا کردن، همین را اطاعت در گردن همه ما واجب است. اطاعت رسول الله است، زیرا ای قرآن حدیث بیرون نگفتند. برای چی این کار میکنیم آخر؟ فایده ما از به خدا قسم. صدقه را کسی پیش راش نگرفت، صدقه کردن بگیر. صدقه همین شرط نیست که همین 4 کسی ما را فیراد کنی و شکم ما سیر کنید. این امروز بهترین صدقه نیروگاه برقی راغون، بهترین صدقه به نام خدا. از این صدقه خوب دیگر حاضر کم یافت می شود. یک جایی که برای بهبودی ما و شما، برای آینده ما و شما چقدر نقش کلان می بازد.
ولی ببین این صدایی که تمام کوچه را فرا میگیرد با واسطه چی اینقدر صدا دور میرود؟ برق است. 4 روز سویتامون نسوزد، یک دیویژا که 200-300 دلار میخریم، هر روز 2-3 لیتر بنزین صرف میکنیم. صرف کنید خراجاتتون حساب کنید. برای روح پدرت، روح مادرت، اولاد اجدادت کوشش میکنی. این مرحمت جای سهم گذاری، جای خیر احسان. اگر خاطر خدا باشد، برای این کسی که اگر دادرای عزیز تشکیل کننده پنجشنبگی است، یکمش گناهگار در پیش خدا است. کسی دانه و همین ها را اگر در همون جماعت خبر نکنه، از او آدم متهم و گناهگار نیست. اینا را رفته خبر تیند درو پیش راشون نگیرن. خب سوم سوالی که کردن، حاجی در موسم حج از یک دوگانه ها دزدی کردن، حجشان قبول هست یا نه؟ از روزی که حاجی ها آمدن من چند سخنه ها شنیدم از زبان برادرای حاجی. از دکان ها دزدیدن، بعضی هاش از بین یکدیگر پول هاشون دزدیدن. برای همون من او سخن حضرت سعدی را میگفتم که خر عیسی گر برش به مکه، گرچه آید هنوز خر باشد. عاقلان این سخن نکو دانند، زاده خر همیشه خر باشد. شما تصور کنید که خانه کعبه، مدینه منوره، روضه پیامبر را با چشم میبینی و با دزدی داری. خیلی جای بی حیایی است به خدا. مثل که در مسجد ها می آیند، همین نماز تمام شد و بعضی آدم ها در پای افضال دزدی ها سر میکنن. معلوم است که وای جمعه خانی نیامده است و وای چی مرادش دزدی کردن پای افضال کدام برادرش است. این حاجی ها هم برادر بعضی از حاجی ها وای اگر چنده که در احرام هم باشد، در صورت حاجیگی هم باشد، ولی در قلب او همون است، خواهشش مثال دزدیدن است. وقتی که وای خواهشات همون قلب خدا، نفس خدا وقتی اجرا میکند، او یقینا که اون عبادت هایی که مثال در پیش دارد اونا در خاطر وای هم نیست، وای در ذوق اجرایش وای هم نیست. برای همون 4 تنگایی که دریافت کرده است یا یگان ساعتی که از دکان دزدیده است، برای همون بس است. خب السلام علیکم اکیدملا. 2 سوال دارم. کسانی که افیون و گیرین میفروشند، آیا اینها را خبرداری کردن ثواب، خبرکشی کردن ثواب است یا گناه؟ ثواب است برادر عزیز. کسانی که اگر در محله هاتون گیرین میفروشند، افیون میفروشند، شما اگر دانین خبرداری کنین، به خاطر که اینا زهر پاشی میکنن. آخر شما میدونین که هزارها جوانای ما و شما را، بچه‌های ما و شما را، همه اینها را به همین پایبند میکند. او به سعادت همو شپانکایی که میفروشند 10 سامان و 15 سامان، برای او همو 10 سامان 15 سامانی که میفروشد، از 1000 فرزندای ما و شما اگر بیکاره و از 1000 فرزندای ما و شما که بیماری ها در مبتلا شدند، برای همون 10 سامانی خیلی قدری بلند دارد. شما ببینید برادران عزیز، چرا حتی اینجا با در مکتوب نویسنده است که اگر که خبرکشی کنی با تو را بز میگن. نیوای بز خود همو فروشنده، نه اینکه شما کسانی هستین که حقیقت را جستجو دارین. شما کسانی هستین که گناه یک انسان پوشیده نمیکنین. بیرحمی او انسان بین که او فرزندای ما را زهرآلود میکند و ماها گناه او انسان پوشیده نگه میداریم. برای این اینا هم یک
ضرر رسان‌های در همین بین ما و شما هستند، چه فاحشه ها باشند، در کدام محلهایی که فاحشه ها هستند. ولی شما میدونید که بعضی از نوجوان مردهای ما صدقه نام ایمانی و اسلامی و تاجیکی و صدقه گویم همین آدمگریش کند، امروز حتی که دخترک های میده میده را برده به ملت های بیگانه میفروشند. در همین جای خودمان برای 1000 سوم روسی، برای 2000 سوم روسی دخترهای را وابسته کردند که فلانی ها را مثال جلب کن، با 4 تنگه برده دخترای مردها را، مردم دخترها شد بیراه میکنن. آخه اینا باور کنین یکی از خدا زده ترین همین انسان در روی زمین انامین اینها هستند که با این کارها مشغول هستند. این خیلی آدم را همو افغانستان در آوازها هست که گویا که همونجا در بچه بازی میکنن، اینا را برده دست همو افغانا دادن در کاره تا که فهمن که کنی همین دخترای مردم در همین راه بردن چی تاثیر دارد، بعدا به سر خلاصه می آیند. شاید یک تهمت در همون حق مردم افغانستان است، ولی دارد در همه جای اینها هستند. حتی وقتای پیش میگفتن که از همین جهت اگر کسی ترمه رود ایره هم چوزن در همونجا استفاده میبردند همین خیلی انسان ها را. برای همین اگر همین ها را هم که شما ادرس هاشون هم دانین، شما مکتوب نویسین، نامش قطعی نویسین، ما در همین جا میخونیمش، ما ای پیش میشیم. شما اگر نتوانین گفته ما از پیش میشیم. برای ما غم ملتمان، برای ما غم این مردمان لازم است. ما ننگ ناموس داریم. کسی اگر هم خیلی دختر فروشا را و بچه فروشا را اگر داند ادرس هاشون را نویسیم برادر عزیز. خب دویم سوال، اگر این را در حالت می گفتم که زن مرا قانع نمی کرد، هر ناز و نوزی زیاد می کرد، من با او گفتم که اگر با تو دیگر همخوابه شوم همچنان است که با مادرم همخوابه شده باشم. قسم چی در کار های مقصد وقتی که با زن خانه‌داری میکرد، خواهشی با زن خانه‌داری کنم، زن مرا قانع نمیکند، مقصد راضی نمیشود و ناز و نوزی زیاد میکند. پس مقصد جنجال شون شده است، گفته است اگر بار دیگر من با تو همخوابه شوم گویا با مادرم همخوابه شدم. برادر عزیز، اولا در این قسم هم نیست، چیزی ثابت نمیشه، نه طلاق میشود نه زیهار واقع میشود، چیزی واقع نمیشود. فقط یک شرط نادرست است، فقط یک گویم بسیار جمله های نادرست و ناروا و بسیار سخته برای شما هست، ولی نه زیهار واقع می شود نه طلاق واقع می شود. در فتاوای هندی من این دیدم، ولی این خیلی اراده نکنین. من وقتی که درباره حق مردها صحبت میکردم، همون حدیثی را که من آورده بودم که در حدیث پیامبر گرامی گفته بودند که اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه، وقتی که مرد زن خودش را برای همخوابه شدن دعوت میکند، فلم تأتیه، پس زن خواهش نمیکند، خواهش مرد اجرا نمیکند، با مرد همخوابه نمیشود، پیامبر چی گفتند؟ فبات غضبان، بعدا این مرد وقتی خواهشی که اجرا نشد غضبناک شب روز کرد، لعنتها الملائکه، پیامبر گفت برای این گونه زن تا روز لعنت ملائکه های خدا هست. وقتی این حدیث را من خوانده بودم، بسیاری از برادرها مرا
ایراد گرفتن که همین مسئله هست که شما مقصد در جمعه در بین مردم میگوین، حالا که چیز سختی نیست. ولی ببین سوال ها را ببینید. من اینم به خاطر آن گفتم که حتی زنهایی بودن که رسیدن خودشون با شوهر حلالی خودشون شرطنامه قطع کرده بودند. با شرطنامه اگر اجازه دی پگه بازار روم من در اختیار تو، اگر اجازت ندی مقصد من تو را راضی نمیکنم، یا اگر فلان قدر مبلغ برای من جدا میکنی یا فلان چیز برای من میخری. این شرطنامه مانده بودن. حتی بعضی هاشون گفتن ما طلاق میکنیم، بعضی هاشون گفتن ما زنا میکنیم. این کار پدر و مادر است. حتی پدر و مادری که باید که دختر وقتی به شوهر میتیم همین مسئله را مادر در پیش او گذاره. این جای عیبش نیست که یکی از وظیفه های تو خواهر عزیز قانع کردن شوهر است. حتی پیامبر گرامی میفرماید شما اگر بالای اشتر نشسته باشین یا در حالت گردی تنور در حالت نانپزی باشین، اگر اشاره مرد به سوی شما شود شما گردید تنور را ترک کنین یا از بالای شتر پایان شوین، مرد راضی کنین، بعد از پی کارتون شوین. اینا را برای چی گفتم پیامبر؟ حکمت این معلوم شود الحال که سبب حتی طلاق، سبب زنا کردن در جوانها پیدا می شود. اینها را حتی که مادرها باید که به فرزنداشون رسونند که دخترم شوهر این خیل قاعده ها دارد، در برابر همه قاعده های فهماندن اینش هم باید که قید کنند. ولی اینجا یک سوال دیگر هم است در همین باب، حکم معنای همین را دارد، دیگر خواندن شرط نیست. میگه هر وقتی که مقصد طلب میکنیم از زنها، در جواب میگویند که هوا خنک، مقصد یا اینکه همین غسل کردن کاری مشکله، خیلی کن دیگر اینها گویم که مانع نمیشوند، اینها سبب هم نمیشوند که ما گویم که بله وقتی هوا خنک شد یا وقتی که غسل کردن برای تو دشوار آمد شوهر راضی نکن. نه، در هر حالتی که مرد خواهش کرد اولی خدا را شکر آخه این خانه های ما را ببینین، این شرایط های حاضره ما را ببینین، شما با شرایط های دوره های پیش مقایسه کنین اونا در کدام حالت ها قرار داشتند. حتی همین مردهایی که حاضر سن سالشون به 65 و 70 رسیده است 40 سال و 50 سال پیش حکایه میکنن که مقصد حتی حمام نداشتیم، در بین حولی ها بازی میکردیم در زمستان، بعضی همون میگه در کانال های آب میرفتیم آب بازی میکردیم. بین زنهای اقلا 40-50 سال پیشه، حالا که گردهای خانه حاضر خیلی با مدنیت بالا رفتگی است، ولی ترمیکس های گرمه، ولی گردی همون خانه ها محکمن، ولی پیچکه ها زدگی هن، خیلی چی گپی نه بخی. حسن بصری حکایه میکنه که زمان پیامبر گرامی را چی زنهای نورانی بودن، به خدا خودشون هم نور بود، کارشون هم نور بود. میگه زمانی که زنهای دوره پیامبر گرامی طهارت میکردن، طهارت و تجملت، سرمه میکشیدن، اسمه میکشیدن، خوشبو میکردن خودشونه و به نزد مردها می آمدن، شوهرهاشون می آمدن. ولی مرده که اشاره نکرده، مرده خواهش نکرده، ولی جنگ جنجال بینه، نه خواهش داره مردک
نه چیزی درباره خانه‌داری به این زن گفته است، هیچی نگفته است. همین اراده خواب کردن میکرده است که زنک در حالت طهارت با تمام همون حسن و جمالی که و لباسهای تازه و زیبایی که داره میپوشیده و نزد مردکش میآمده. بعد چی میگفته؟ الکی بی حاجه. مردک یگان حاجت داری؟ باز میپرسه امیره. باز باور کنین خیلی شاید باشد یک تا نیم تا باشد. باز همین درآمده نادرآمده که پرابلم ها سر می شود، مشکلات ها سر می شود. گپ در این که برادرای عزیز یک چیز دیگر ما قید کنم، جای قیدش هم است. همین معامله خوبی زنک و همون حسن جمالی که زنک خودش زیبا میکند، خوشبویی که همون زنک خودش میکند، همین خیلی یک ناز و نوزی که در راست مردک میکند، همون مردک حتی مرده باشد زنده میشود. باور کن، مرده باشد زنده میشود. همون مردک خواهش هم نباشد، وقتی همین رفتار زنک ببیند الکی رنگ روش دیگر میشود. باور کنیم برادر عزیز، این گپ های کتابی هستند. به خدا اگر چنده که شاید امروز کم کم که در نظر خودمان مثل که روبرو نشیدیم در همین خیلی زنها، شاید در نظر ما و شما کمتر دیگه از علم تابد. وقتی که مثال مرد خواهش میکنه و زن روی ترش دارد یا یگان درشتانه با او مردک صحبت میکند، خواهش هم که باشد نگه در کار نیست، در کار نیست میگه. برای همین شیخ سعدی میگفتن به زندان قاضی گرفتار رو به که در خانه بینی در ابرو گیره. همین ابرو ده که گیره را دیدی، همون زندان قاضی ده اگر باشی از خانه 100 برابر خوبه. تهی پای رفتن به از کفش تنگ، ببینین بلای سفر به که در خانه جنگ. چی سخنهای بالای گفتند. زنهای دوره صحابه را ببینین، زنهای دوره رسول اکرم را ببینین چی تعلیمات خوبی داشتند. حاضر فقط زنها، نه همه زنها، من همه زنها را در نظر ندارم، بسیاری از زنها تمام آن خوشبویی ها و تمام زیبایی هاش فقط برای رفتن خانه پدر و مادر، برای رفتن یگان جا تماشا یا برای بازار، برای اونجا تمامی ناز و سکه ای که دارد همونجا صرف میکند، در راست شوهر نی. بعدا ببینه برادر عزیز، وقتی که خودش زیبا میکرد، خوشبویی میکرد، نزد مردک دمی آمد میپرسید با من یگان حاجت داری مرد؟ همون را برای چی میکرد؟ به خاطر خدا میکرد. او زنها زنهای تری شهوانی نبودند. مراد از اینجا شهوت دگب نمیرود. مراد اونا دائم خواهشی با مردک همخوابه شدن نداشتند، همونا هم زن بودند مثل همین زنها امروزه. فقط اونها یک چی داشتند در وجود، حکومت خدایی داشتند، حکومت ایمانی داشتند، هر لحظه از خدا میترسیدند. بعدن که میگم مرد که میگفت که رحمت به پدر و مادرت، رحمت برای تربیتگرهای تو، خدا در عمر تو برکات یاد. البته مرد در عوض این خیل معامله هم تا میگه، همین خیل میگه که رحمت برای همون تربیتگرهای تو، رحمت برای گویم که آن تربیه‌ای که شما در خاندان گرفتید، خدا در عمر و جانت برکات دهد. این دعای خیره میگه وقتی در حقش میکرد، بعد چی میگفت اجازت باشد اگر قبله من، شوهر من 2 رکعت نماز در حق جان تو خانم، 2 رکعت نماز در حق جان تو خانم. از نماز خود چه نمیخوانم.
دو رکعت نماز در حق جانت خانم، دو رکعت در حقش گویم نماز میخواند، دعاش و ثوابش در حق مردک حواله میکنه. چه زنهایی با تقوای بودن، چه زنهای خدا ترس و خدا پرست بودن. برای همین است که در حیات همون صحابه ها نگاه میکنی چه عبادت های زیبای شب و روز در راه خدا خدمت میکن، به خاطری که از طرف خانه تنج بودن. شیخ سعدی میگو برا 5 نوبت بزن بر درت، اگر یار موافق بود در برت. ببینین برا 5 وقت نماز تا بچم به حضور خواند. وقتی که در پهلوکت آدم موافق داری، در پهلوکت دختری گویم که پدردار و مادردار داری، رو 5 وقت نماز به حضور دل خواندن بگیر. همه روز اگر غم خوری غم مدار، چو شب غم گسارت بود در کنار. همه روز اگر غم ها و مشکلات هایی که بالای گردن تو باشد، همه اینا غم نیست، همه این غم در یک لحظه میبرارد کی؟ آن کسی که در خانه آن زن پارسا و خداشناس و خدا پرسته که خدا تر داده است. خب این چی سوال بود که ما این قشرش دادیم؟ خب خیلی احترام بوده است. نه یک سوال آخرانه میخوانم، به همین دعا میکنیم انشاءالله. السلام علیکم. بلبل اسلام ما، از راه دور آمدیم، با سوال ما جواب گویید. زنی که در حق شوهر خود گمان بد یا تهمت کند، او را چی باید کرد؟ من وی را نصیحت میکنم نمیشود، وی بسیار مخلص شما هست. خب اکی یک چیز من خلاصه میبرارم ده. مثال زنی که در حق مرد میگه برادر ما گمانهای بد دارد و تهمت دارد، هرچی نصیحت میکنم گوش نمیکنه، اون مخلص شما هست. من همین سوالا یک خلاصه برداشتم. کجایی ده که یک کس گپ شما را گوش نمیکنه و بیرحی بعد مخلصی مش میگین؟ اینا ده ها همه مکتوبا را من خواندم. یک کس شراب نوشه میگه همین قمیگمش گپ نمیگیره مخلصی تای. مثال یک کسش سیگارت میکشه میگه این زنی که مثال نسبت شوهر گمانی بد داره نصیحت کم نشیده، مثال مخلصی شما. اون مخلصی ما باشه انشاءالله شوهر بالای دست میگرداند. این گپ هواییه. این گپی که من گفتم در باب احترام زن و شوهر، درباره حقوق شما، درباره حقوق زنها، اون مخلص باشه باور کنین دیگر آخی خدمت شاید که اندازش هم از بالاتر برای شما خدمت کند. وای مخلصی من نیست. مخلصی ما میشدگی آدم هیچ وقت مثال به اندیشه و به عقلانه رفتار نمیکنه. برای همین شما همون مخلصی شماشه ننویسین، همون ننویسین که مثال همون تهمت هست یا که مثال بهتان در حق ما میکنه. خب برای همین خدا چی جزا معین کرده است همونشا گوییم بسای. من مخلص خودم کسی را میشمارم که آن چیزی که از نام خدا و رسول گفتیم با وی پایبند است. وی مخلصی ما. زیرا خواهش ما همین است که برادرایی که ما را گوش میکنن، احترام میکنن، حرمت میکنن، آن چیزی که من قال الله گفتم و قال رسول الله گفتم به دندانهای کرسی باید دارد. زیرا سخن خدا و سخن رسول الله است. و تمام مهنت و زحمت ما برای همین اصلاحی گویم جامعه، برای بهبودی اخلاق حمیده هر کدام ما و شما هست. خداوند عاقبت همه ما و شما را بخیر کند، ایمانهای همه ما و شما را با سلامت نگه دارد و خدای مهربان عزت هم دنیا و هم آخرتی ما را بلند بگرداند. گذشتگان همه ما و شما را خدای مهربان مغفرت بگرداند. بیماری های اهل این جمعیت ما را و تمام مسلمان ها را خدایا شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگردانی. تمام مسافرها را پروردگارا صحت و سلامت به خاندانشان بر بگردانی. امروز که یکی از کارهای خیلی نیکی که برای بنیاد همین نیروگاه برقی راغون که همه کمر همت بستند، دعا کنیم که خداوند همین کار خیره، همین کار نیکه به آخر رسانیدنش برای این مردم ما نصیب و روزی بگرداند
و نفع او را، فایده او را هم خدایا برای فایده تمام مسلمان های ما و شما و بیرون از ما و شما بگرداند. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. برادرایی که از راههای دور آمدند اینجا، برادرای ما از غازی ملک آمدند، برادرای ما از قرغن آمدند، برادرای ما از ریگر آمدند، یک دو برادر ما از اسفرا آمدند. خدایا قدمایشان در حسنات نویسی و با صحت و سلامت خدای مهربان به خاندانشان رسانی. آمین یا رب العالمین. خب اینجا در کم یک امیر بینم برادر از مومن آباد در حق پدرش گذشته بوده است. یک برادر 2 دانه قرآن آورده بوده است. شخصایی که در صندوق خیریه دعا کنید. یک برادر از حکیم آباد میتی گذشته نامش نعمت الله. یک برادر از مومیرک. خب در حقش گفتن دعا کنید. و بابای استا فیضم از محله خودمان که در حق ایشان هم گفتن دعا کنید. خدای مهربان همه اینها را رحمت و مغفرت بگرداند و هر آرزو و امیدهایی که بندگان تو دارد خدای با فضل کرمت حاصل گردانی. آمین یا رب العالمین. خدا همه شما را صحت و سلامت تا جمعه آینده نگهدار. من شاید یک جمعه یا 2 جمعه دیگه سوال جواب میکنم و بعد میگذاریم در قصه اصحاب پیامبر، فضیلت صحابه های پیامبر. صحابه کی را میگویند؟ اونها چیها خدمت در راه خدا کردند؟ چرا امروز شخصای پیدا میشوند که نسبت اصحاب پیامبر بعضی تحقیرها دارند، بعضی ایرادگیری ها و کمبودی ها گیری ها دارند؟ انشاءالله من از روی اینها بعد معلومات پره اگر خداوند برای من مهلت دهد و وقت دهد من برای شما پره درباره اصحاب پیامبرم صحبت میکنم. خداوند شما را همیشه صحت و سلامت نگه دارد.